اسباب آرام ترقی پیشرفت تو را الله کرده، حتی از آسمان. اینه و انزلنا من السماء. تو خبر داری که چقدر نیازمند موجود هستی، محتاج موجود هستی، خیلی محتاج. لیکن وقتی که سینت پر شوه، صحت کامل باشه، باز میگی شراب دلم میشه، زنا دلم میشه، قمار دلم میشه، این کارو رو میکنی. انسانی عاجز. مایه حیات و زندگی تو آب است. اگر از درخت است، اگر از غله و دانه است، از حیوان است، کلش مایه حیات و زندگیش آب است. خبر داری که آب الله از کجا روان میکنه، در کجا ساکن کده، چطور نگاه میکنه. یک مار الله آب از الله از پیشت بگیره، فقط الله فرمان بده به آب که در طبقه زمین باقی نمانه. الله طبقات زمین دو قسم کرده، یکی امو حصه است که آب دو داخل میشه، باز در حصه میرسه که آب دیگه پایین نمیره. اگر الله متعال طبقه پایینه که آب دو جذب نمیشه، پایین نمیره، اونم نفوذ کننده آب پیدا میکرد. آب مکمل پایین میرفت کی بود که آب پس بکش از زمین. هیچ روان نمیکرد از آسمان، روان نمیکرد باران، نه بحر نه باران نه ابر و نه وسیله که تو از زیر آب بیاره. چی میکرد انسان؟ زنده باقی میماندی؟ اگر تو زنده میبودی درختت زنده نه، حیوانت زنده نه، هیچ چیز. چرا مدار حیات و زندگی کل چیز آسری آب است. یک نعمت آب تو چی بکنی نیالی؟ ای آب کی سرد کرده، چرا صاف پاک شیرین. اگر کل آب تلخ میبود چی میکردی؟ بیا که قرآن کریم چقدر انسانه یقینا با این دلایل، با این دلایل عظمت الله که انسان بیدار نشوه. باز دیگه این انسان الله اینطور نکرده که ما را همونطور مفت در جهنم ببره. الله اسباب هوشیاری و بیداری ما را آنقدر کرده که پرسان نکو. خو این انسان بیچارگک باز بنده شهوت میشه، بنده خواهشات نفسانی میشه، وگرنه دلایل بیبی. و انزلنا من السماء. ما فرو فرستادیم از طرف بالا ما ان آب به قدر بندازه مناسب. اینطور هم نکرده تمامی روزا باران باران باران، یک جای خشک باقی نمانه، یک دم کل جا آب باشه، دند حوزا باشه. چی میکنی انسان؟ میتونی زندگی در کجا بکاری، در کجا چه قسم بکنی؟ یک دم باران باران همه روزه، باران همه روزه، یک دم دنیا را حوض شوه. حالی در کشتی بگرد. 3 روز کم کم باران در کابل میشه، مردم مجبور است که در دانی باغ کشتی بگیره در کوی مرکز، از این طرف در اون طرف تیر شوه. نه اینطور کرده که الله آب بیخی روان نکنه، خوش باشه، خیر و خلاص. الله باران بند کنه، باز ببینیم که دنیا چی میکنه. دنیا میتونه خود کفافی خود پیدا کنه؟ نمیتونه. الله متعال میگه به قدرین بندازی مناسب، در وقت مناسب باران میاره، زمستان میشه، برفا با پایین میشه، یک دم در سر کوها منجمد شده. کوی پغمان شما میبینی قول قوبی، یک دم اونجا چیسته؟ برف ذخیره شده. الله متعال توسط حرارت گرمی کم کم از او آب میشه، در رگ رگ زمین میروه. هر جای زمین میکنی آب میبرایه، آب شیرین، آبی سرد، آبی که گنده نشده، بوی نگرفته. اگر آب میتور در روی زمین میبود 10 روز بعد آب 10 روز آب باقی بمانه، جای به جای باز میبینی که آب چقدر چی بدبویی پیدا میکنه، تعفن پیدا میکنه، چقدر کرمادش پیدا میشه، چقدر چیزا دش پیدا میشه که ببینی هیچ خوردن در دلت نشوه. اما الله متعال چطور انتظامی آبی کرده؟ تو انسان بیتانی؟ اگر الله میگفت که ذخیره کنی برای خود آب، چطور میکردی؟ برای 1 ماه آب نازل میکرد، دیگه نه. فاسکننا فی الارض، ما او را سکون دادیم، جای دادیم شه، قرار دادیم شه فی الارض، در مخزن زمین. زمین طوری الله پیدا کرد که بعضی انسان آب کش کنه، جذب کنه، لیکن حسی دیگه میاد که آب دیگه جذب نمیشه، آب استاد باقی میمانه. حالی تو برمه میزنی کرب آب میبرایه. اگر همون طبقه الله پیدا نمیکرد آب بیخی میرفته میتور. افرایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. باز آبی چشمدار از کجا برات پیدا میشد؟ نه، عظمت و قدرت الله را مشاهده میکنی. بدون آب یک لحظه زندگی نمیتونی. برات میگه
و انا علی ذهاب به لقادرون. الله متعال میگه ما به بردن همی آب که دمو در قشر زمین باقی نمانم لقادرون قدرت داریم. مثل که به انزال آب روان کردن آب قدرت داریم، به بردن آب هم قدرت داریم. لیکن الله متعال انتظام اسباب تربیتی تو را کرده، ایره در خدمت تو گذاشته. در هر وقت واده که تو ضرورت پیدا میکنی، گاهی به طریق نهر و جوی، گاهی به طریق دریا، گاهی به طریق بحر، گاهی به طریق چاه و چشمه، برای تو آب پیدا میشه. الله انتظام تو را کرده. تو انسان کدام انسان هستی؟ عبس هستی؟ بی فایده تو را پیدا کرده. یک قدر انتظام عجیب و عظیمه برای تو کرده باشه، باز تو هیچ فایده نداشته باشی، فقط مقصد زندگیت خوردن نوشیدن. یک حیوان، یک مرکب، نعوذ بالله، بخور خواب کو. کلا فانشأنا لکم به جنات توسط می آب. نه تنها که شما را سیراب میکنه، ای آب مایه چی میشه؟ انواع میوه های گوناگون لذیذ برای شما انسان هست. کی کار میکنه این میوه را میسازه؟ فانشأنا لکم، ما پیدا کردیم برای شما، برای منفعت شما، به توسط آب جنات باغا من نخیل که او از خرما هاست و عناب از انگور است. باغای کلان کلان. روزه را افطار بکنی توسط خرما از کجا شد؟ در کجا ایره درختش شانده جمع میشه او میاید در مملکت تو؟ حالی از این خرما استفاده میکنی. و عناب انگورا، رقم انگور، رقم خرما، یک قسم نه. تو بازم عظمت الله را نمیشناسی. یک آبی ساده بسیط، رنگ سفید پایین شده سری خاک همو خاک است. چطور میبینی یک طرف درخت خرما میوی علایده داره و این خیلی بلند رفته، کلانترین درخت خرماست. در اونجا مثل خوشه انگورواری خوشه گرفته. لیکن درخت دیگه که او را چیله میزنی اوار میشه یا بوتگه که خورد است، او را انگور میگه، مثل هم خرما واری و هم خوشه میگیره. چی فرق است؟ این یالی بیبی کشمش بیبی، خرما را بیبی، تازیش بیبی از انگور، از او را از یک زمین، از یک آبی ساده، رنگای متنوع گوناگون، لذتهای متنوع گوناگون. کیسته؟ کدام انجینر، کدام دکتر، کدام انسان؟ هیچ کسی نیسته و جز از الله متعال. تو هم نشانی قدرت الله را، عظمت الله را نمیشناسی؟ حق الله را نمیشناسی؟ جناب محترم، تو انسان الله چقدر انتظام کرده. مفسرین میگه چرا دو میوه را گفته در اینجا، نخیل و عناب، دیگرها را مانده؟ دیگرها را چرا مانده؟ تحقیقات ساینسدانا چیست؟ خرما 13 مواد حیاتی داره. 13 ماده حیاتی زندگی. 5 قسم ویتامین در یک خرماست. یگانه میوه که مانع سرطان است کیست؟ و اعناب، و پیدا کرده انگورا را. خبرداری که انگور چی خاصیت ها داره؟ حیثیت شیر ماده را داره. چقدر حرارت تولید میکنه. انگور اون در بعض اوقات در رادیوها و در تلویزیونها سرش بحث میشه و فواید از این بیان میکنه، باز بشینی گوش بگیری که انگور چی فواید داره. لکم فیا فواکه، برای شما در اینمی باغا فواکه میوه هاست کثیرتون، خیلی زیاد. قرآن کریم عالی فقط میوه مشهوریشه برای شما بیان کرد، به خاطر از اینکه یکیش آسمان خراش میشه، دیگهش شیله میشه، یا دیگهش در روی زمین بوته میشه. الله براتان بیان کرد که چه رقم آب همو آب، زمین همو زمین، میوه گوناگون. نه یک میوه گوناگون است. هم یک انگور قنداری شلایده است، حسینی شلایده است، او در حسینی اقسام مختلف داره. کل که آروس اومد چی رقم است. بیبی لذت ها را بیبی. ایره کی پیدا کرده؟ کی انتظام کرده؟ تو انسان میتونی؟ تو انسان چه قدرت داری؟ یک دانه انگور بساز، نه مرد دستی، یک دانه انگور برای خود ایجاد کن. لکم فیا، دایی باغ است، یک رقم آبر دانه را اعلام میکنی، از جوی میای آب میره و دمی باغ. لیکن یک درخت شفتالوست، دیگهش آلوچه است، دیگهش زردالوست، دیگهش انگور است، دیگهش سنجد است، دیگهش چیست؟ چارمغز است، دیگهش بادام است. رقم ایره کی پیدا کرده؟
تو هم اولی الله را نمیشناسی، قدر الله را هم نمیشناسین. چطور انسان است؟ قرار نماز نمیخوره، خواب میکنه، نعمت های الله را استفاده کرده رایستی. و منها تاکلون، و میوه های زیاد، و منها از زمین باغات تاکلون، شما خوراک میکنه. مواد خوراکتان هم از زمین جست. جو است، چیست، نخود است، گندم است، مواد خوراکم دانه ها بابم. و شجرتن، و آفریدیم، الله متعال میگه پیدا کردیم شجرتن درخته، تخرجو که میبرای من توری سینا، از کوی که توری سینا، همو کوی که به نام سینا یاد میشه. سینا یا پربرکت میگه، یا سینا چیست؟ زیباست خیلی زیاد. این وصفی امی کوی تور است. امی درخت در اونجا خیلی زیاد پیدا میشه. تنبتو بدون که میروید، بدون بامرای روغن، بامرای روغن میوست، لیکن بامرای روغن میبروید. و سبغ للاکلین، امی تیل زیتون است که برای روغن میشه، برای مالشا، برای بسیار دردا دواسته. یکی و سبغ للاکلین، خورش است برای خورندگا، وقتی که نانی خشک یک جای میکنه خطی تیل زیتون. عجیب است الله در زیتون چقدر کمالات گذاشته. ام میوه است، ام تیل است، چرب کننده است، ام بگوی قطق میکنی از او. یک چیز الله متعال عجیب کمالات دو گذاشته. انسان تو اینمی کمالات کی دیش مانده؟ و این لکم فی الانعام لعبره، ایره خوب بگذار. آلی در جهان حیواناتم برو تجسس بکو، عظمت بزرگی الله را دوام تعامل بکو که چه قسم بزرگی و عظمت الله را در حیوانات مشاهده میکنی. چی رقم؟ و این لکم، یقینا برای شما، فی الانعام در چارپایا، لعبرتن، عبرت کامل است. درس عظمت الله را میگیری که الله چقدر عظیم ذات است. یک درس میگیری که من انسان چقدر قدر و قیمت پیش الله دارم. انواع نعمات الله برای ما پیدا کرده، یکی از اون جمله حیوانات است. در حیوانات چه قسم فواید الله برای ما گذاشته. کدام از فواید؟ نسقیکم، شما را می نشانم، مما، از بعضی آن چیزی که فی بطونی ها، در شکم همی حیوان است. علف میخوره حیوان، در اونجا خون است، شیر است، مواد فاضله است. الله متعال در بین تمامی مواد چه قسم شیری سفید پاک لذیذ که چی خاصیت های الله در او شیر گذاشته. این فابریکی کیست؟ در وجود یک حیوان زنده فابریکه را کی گذاشته که جدا کنه مواد فاضله را، خونه، شیره؟ عظمت الله را میشناسی یا نمیشناسی؟ نشانه های قدرت الله را تو مشاهده میکنی یا نمیکنی؟ ولکم فیها، برای شما دمی حیوانات، منافع، بسیار منفعت است، کثیرتون خیلی زیاد. از پوستش چی قدر فواید است. خیمه ها میسوزه مردم، پوستینا چی کرتی میسازه، رقم چیزا را. از پشمی ازی قالیناوی گپا را میسازی، از شیری ازی، از گوشتی ازی، کلش. حتی مواد فاضلیش هم بیفایده نیست. چرا؟ به خاطر تقویت کشزاری تو یک دم کوتی کیمیایی است. عجیب است الله متعال تمامی چیزا را برای منفعت تو. خود تو را برای کی؟ کلی چیزا در خدمت توست. آبی، باران، بحر، زمین، کو، درخت، دانباب، تمامی چیزا، حیوانات، کلش در خدمت تو. و منها تاکلون، از همین حیوانات شما میخوری. در کلی ازیا، در همه چیزایی که از حیوانات به دست میاری عبرت است، درس عظمت الله است، یک تا پرستی الله متعال است. و علیها، بالای همین حیوانات که راههای دور سفر میکنی الله براتان مرکب جور کرده، خود سوار میشه، بارایتان بار میکنی. و علی الفلک، بالای کشتی ها، تحملون، شما برداشته میشوی، سوار کرده میشوی، از یک منطقه دور در منطقه دیگه حرکت میکنی. انسان تو فهمیدی قدریتا، خود شناختی. عظمت الله را بازم نمیشناسی، حق الله را بازم نمیشناسی، بسیار سخت است، خیلی سخت است. ولقد ارسلنا نوحا، تالی را الله انتظام تربیت جسمانی انسان کرده بود. چطور شده میتونه که انسان از دو جزء مرکب است، یکی جسم یکی روح. انتظام جسمی تا الله متعال متنوع کرده باشه توسط آب آسمان، زمین، حیوانات، میوه ها، دانه ها، کلش انتظام جسمی تو بود. چی تصور داری؟ جسم اشرف است یا روح؟ روح که نباشه جسم کالبد است.
هیچ حیثیتی نداره. آیا شده میتونه که الله متعال انتظام روحی تو را نکرده باشه؟ هیچ امکان نداره. انتظام روح هم کرده، تربیه جسم الله به این واسطه کرده، تربیه روحی ما را توسط وحی خود میکنه که انبیاء علیهم السلام مکلف میکنه که تربیه کنه. از همون خاطر انسانی که تربیه روحی نمیشه، امام نداره، پیشوا و رهبر نداره و یک دم زندگی حیوانی را در پیش میگیره، دنیای غرب مشاهده کن. دنیای غرب تربیت روحی نمیشه، فقط تربیه جسمی شده. در اونجا فقط ماده حاکم است، کلی هم و غمی و مردم فقط به مواد تعلق داره، ماده را پرستش میکنه. از همون خاطر اصل حقیقت انسانیت دوا موجود نیست، قطعا نیست. آیا شده میتونه که الله جسم انتظامش بکنه روحانی؟ روح هم میکنه. یک توجیه. دوم، ولقد ارسلنا، الله متعال بیان توحید و یکتا پرستی خود توسط دلایل عقلی که او تعلق به وجودی خود یا بیرون داشت الله بیان کرد. آلی توسط دلایل نقلی، انسانهایی که خیلی غمخور است برای بندگان الله متعال، عقل کامل داره، در اخلاق، در عمل، در عقیده است، کلگی سبقت جسته. او مردم هم بیان یکتا پرستی الله را میکنه، برای تو بازی میکنه. الله یک طرف تو را دعوت به سوی توحید نداده، از راه های مختلف تو را دعوت به سوی توحید و یکتا پرستی داده. امو مطلب سابق الله به زبان انبیاء علیهم السلام برای تو بیان میکنه که معرفت الله متعال برای تو حاصل شود، توحید الله را بشناسی، حق الله را بشناسی، پیغمبران حق الله را، توحید الله را اول مبارزهشان است، اول دعوتشان است. ولقد ارسلنا نوحا، یقینا ما روان کرده بودیم نوح علیه السلام الی قومی، به سوی قومش. الله میگه ما انتظام کرده بودیم که قوم غافل نمانه، بیخبر نمانه، نعوذ بالله آلوده به اعمال زشت و عقیده و افکار خرافی و نادرست نباشه. روان کردیم نوح علیه السلام. نوح علیه السلام برای از دعوت میده، اول دعوت که میده مسئله توحید است. فقال یا قوم اعبدوا الله، نوح علیه السلام آواز میده قوم عبادت یک الله را بکنی، عبادت ها را خاص به یک الله بکنی، عبادت ها را خاص کنی به یک الله. این عبادت ها حق دیگه کسان است، دعا، نظر، نیاز، صدقه، نماز، کلش حق الله است. به نامای کسی دیگری نمیشه، نه دعا طلب میشه، نه نظر به نام کسی میشه. هر کسی که کار میکنه خلاف فطرت میکنه، خلاف دستور الله متعال میکنه. و انسان کلی بندوبست و انتظامی الله کرده، حالی چرا برای مخلوق آواز میدی؟ دعا را طلب از مخلوق میکنی، حاجتی طلب از مخلوق میکنی، نظر به نام مخلوق میکنی، اولادی بقایش از مخلوق میخوایی. بندا اعبد الله، عبادت یک الله را بکنی. چرا؟ ما لکم نیست برای شما من اله غیره، نیست برای شما معبودی دیگه. این جمله معنای کیست؟ لا اله الا الله. از او خاطر لا اله الا الله کلمه جمله مشترک کل انبیاء علیهم السلام است. لا اله نیست لایق عبادت بغیر از کی؟ الا الله، بغیر از الله. امی مطلب، امی مفهوم نوح علیه السلام میگه اعبد الله، عبادت یک الله را بکنید. چرا بکنید؟ ما لکم نیست برایتان من اله، کدام معبود حق بندگی و پرستش داشته باشه غیر و غیر از الله متعال کسی نیست. افلا تتقون، چرا نمیترسی از مخالفت حکم الله که عذاب سرتان بیا؟ توحید نمیپذیری، در شرک مبتلاستی. پیغمبر آواز داده دعوت خیرخواهی مردم است. مردم چی میکنه؟ کدام مردم؟ اول مردم هایی که مخالفت پیغمبر میکنه و ملع است. ملع را بشناسی؟ مردم های مالدار، مغرور، متکبر، خیتای کلان زده بگوی مثل چی واره؟ پیل واره، کندو واره خدا پندانده. نه غمی آخرت، نه غمی چیست دین، هیچ چیزی را ندیده، اما در میانش جسمشان خیلی پندیده، لیکن در مابینشان خالی. فقال الملأ، ملک گفتن، غطایت میره میگم، درباریا گفتن الذین، مردمایی که کفر و انکار کردن از دعوت نوح علیه السلام، من قومه، از قوم خود نوح علیه السلام، از قوم خودش. و چی میگه؟ به عوام خود میگه، کسایی که زیر دستشان است یا نوکر و چاکرشان است.
ما هذا الا بشر نیستی مگر یک بشر است. اول عیب چی میلگانه؟ نوح علیه السلام عیب میلگانه. و عیب چیست؟ بشر بودن نوح علیه السلام.